سلام، من سمانسته هستم. خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با هم دیگه سوئیس بندری درست کنیم. البته این نانچیگو نیست. یه چالش دارم. بگو. دو تا چیز میگم یک کدوم رو انتخاب کنیم. یا سوسیس رو چشم بسته ریز میکنی، خب یا تیغه چوبون رو میگیری با دستت ریز میکنی. چشم بسته. الان چشم ببندم. برو. الان من این از پوست میگم چشم بسته باشه. چشم باید ببندی. بسته است. منم میدونم چشم دارم. میگم اینم دارم پوست میکنم. آره پوستم. نه دیدم. لطف بزرگی من کردم بچه‌ها. خب سوسیسا رو بدیم دستم. من درست ریز کردم. واسه یک کدومتون کجاییم؟ واسه یک کدومتون فلفل سیاه چی میکنم شما بخورید. فلفل سیاه زیاد میزم شما باید بخورید. میشه نزن میخوره؟ شما پاره میشه. یه آب بدین ناموسن. برو بگی. دهن من باز میکنیم. باز کن. یه سوسیس آرمونی رفتیم درست کنیم. سوسیس آرمونی نمیتونی اصلا بخورم. سوسیس تری بخوری؟ بگو رمزی. خبرش اوکی. چشمم به آب میاد. ببین نده. نه پاره میشه. وایستا نگی. من درخواست آب دارم. چشمم بگار فقط نمیکنه. آب نه بالا این گوشه از بالا دومی گوشه. چی داخل لیوان بود روغن انداخت اومد بود. نمیدونم روغن فکر نکن باشه. گیه میخوری؟ گی خواه برد داخل لیوان بهت بخورم. بخ دو چه نه خب ویدیو بگیم که چه دوباره بگیم بریز خوب چی نگو استادم رو بدارم ناموسم بدارم دستم کسی بزد دارم هم بخورم. اینو بخور تری بخوریش. یکم آب بگرم بودی آب قطعه کی اما خوب سوسیس آب درموش گوه به خدا به سوسیس آب میزن. بالاخره کار رو بودی کنیم آب میاد بریزی. من اگه زودتر گوه نخو مگه گوجه آب داشته باشه. چشم بندم دوباره زهر ما رو ها؟ چیشیه؟ استیک به خودی تموم شد. ریز کرد. واه چقدر تمیز ریز شد. بذار این رو خواهی چیکار کنی؟ تمیز ریز شد. تمیز. خب بچه رو ریز کردیم. مدی با یه دستت مربع بکش با یه دست دایره. مربع چجوری بود؟ فازلی واو 90 درجه. ببین اینا ناموسن درست شد دیگه. دایرش بکن 10-15 تا زیاد داشت. سر وایستا نگاه کن دیگه. نه سر بدن. بلدم من همون بلدم. بریم درست کنیم. یه کار دیگه. ها دستات اینجوری بیار جلو هم. خب یکم جلوتر. بیا مخالف هم دیگه بچرخونشون هم زمان. سریع اینجوری همه من میتونی. نمیشه وایستا دا این میره دستشو میره بالا. دست ثابت بده فقط. نمیشه که نگاه کنم. حدیدی شد. سریع بکن اینجوری هم میتونم. بریم بچه غذا هستی درست کنیم. بریم سوزی اینا رد دادن. ویدم داخل این شانس این در اومد. به من تی خریدینه؟ خفه شد. گوه نخور. واقعا بریزیم. دیدی؟ نترس. بخندم برفه. بازیشون رو دومد. بچه ها اول چیکار می‌کنیم؟ سوسیس ها رو ریدیم داخلش اینقدر آب آب بریزیم داخل روغن میپره. بهداشت 100 هم واسه. بهداشت داشت ما خودم سلامت بهداشت باز کردیم اینجا.
فرمان بداش پای 12 خوندی چند گرفتم نیست آها از کنم 8 گرفتم تکمون دخور من 18 20 گرفتم نیا کن دیگه سوسیسا من همه گیزده شد داخلش ما سوسیسا رو ریز کنیم من اونجوری نیا نکنم من اونجوری نیا نکنم خب قط زهر ما رو قط قطع مصولی رو قطع نیست شکست بکنم سر قطع میشونی میگی این از پیاز فلفل میریزم انقدر فلفل میریزم که من نتون بخورم فقط من میخورم البته من هم نمیتونم بخورم اگه نریزه ننش میریزم آن مجید میریزم اون کچابه داشت اون کچابه بیا نه بذار اونجا نذار اونجا نذار الان درست میکنم سوسیس بندری اما حسنی درست کنیم اما حسن که سوسیس بندری درست نمیکرد نمی من اما حسن اینو میذارم ببین خب بریم برای ادویه رو میزنیم ادویه دوباره چیگرم میزنیم دوباره میزنیم دوباره سوسیس ریخین میزنیم سوسیس دوباره سوسیس ریخین تون شد اوشن بیشتر بیا بیشتر باید میزنم بندری با طعم توت فرنگی سویس بریزیم داخل ها بریزیم دله نگید سالاد بگید سالاد پیاز اصلی نشدم اصلی اصفر لام مصب اصفر قطعش کن خونه آتیش گرفت پیاز کراملی شدن کراملی پیاز رو دیدی؟ دیگه نبین کراملی بچه ترس از کون دارم الان برای از روب بریم داخلش میگیم روب رو میگیریم کچاپ میگیریم بگیریم اینجوری میکنن بگیرم داخل فریز روب به اضافه میکنیم چطوری اینو کنه؟ علیکم سلام چسبندگی بالایی داره چی میگه؟ پیاز سوخت همه سیاه به تو رفت میاره امروز مزخرفترین چی دیدم درست کنم شما اصلا نگران نباشید در رو میاندیم این میره بیده یخچال عزیزم بعدش کنیم سراغ ساز کچاپ بچه کنسله میتونم سرش بسته سرجمات باز کن پیداشت به همین راحتی بهداشت زنگ بزن سلامت بهداشت معلم بگو بری 3 بار کی میشه 3 بار دوربین میارم رو محتوی میارم بالا همین بعد همش میزنیم میری آب جوش بیار این آب جوش بیار تو لیوان آب جوش بیار لیوان آب جوش بیار این ترکید نیمه لیوان آب جوش بیار علی آقا اکنی کامل بخور من 10 تومن بهش میده 10,000 تومن سگ به اینا پول نمیده یه بار مگر که واقع بزنی برای خود درگی چیش اینجوری شد ریدیم تو بندری ناموسن این برای یخچال
نه بچه ببین نیت مهمه. مهم نیته. مهم نیته. بچه اینو جابجا کنیم. امروز هم خسیف ترین سوزمنده جهان بخورد. این دوتا بدم هم میمیرن نه بساط برو اونجا بذار. به 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 به. نه جدی داره قشنگ میشه خدایی. اوزاده میدونم چیشون روز بشه زیاد بشه کم داری. ای بچه ها سیسمندری منو میزه اینجا 2 دقیقه غول بخوره. آهنگ تریاک ازش شما فیلمی باید شوره این فیلم بخوام بچه ها سیسمندیم آماده شد. خاموش میکنیم بریم برای ادامه میشیم. الان فیلم میخوری؟ میخوری؟ بهش نونو در بیار بخوریم زیاد بودیم. آهای هر زاده این بچه نون اینجوری ده میاره. این ملایم هست. نون برکت خداست. جدی؟ چقدر تو نامک داری؟ بریم برای تستش ببینیم چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. خدا بگی با تو بگم بخور بیا اونجا میدادن تو بطن نمیگرفتی که بیدی بده ها؟ بیا یک دادن نمونه بده جرات داری بگو نمونه بخور نمره بده فوت میکنه سوختش ببین عزیزم حترو بود این دارم با فیلم بردار عزیز فوت کنم برات نه چرا دوف کن بیا نمره چند میدی؟ حتروگوی غذا دوست داشتم ولی با دیزاین غذا خود نکردم این که با این سبت محیطا به طور بردی روی سفره بعد اما اصلا از این شیکتر میخوای؟ اما اصلا یه داشت ساده مجلسی نو اصلا میدم بیفتیم میکیه تو جا میدی میخوری؟ خوب میخوری؟ 10 میدی؟ بیکشیرم بچه ها این ویدیو هم تموم شد آمده ویدیو خفن‌تر باشید بس چه میگی؟ از ویدیو بعد این دوتا رو محمد ازم تا دره خودم این ویدیو بگیرم به تو